این دخترک امروز برای سپردن حجت به نقطه به قیدگیری 0205 شهر کنی بادام آمد. خودش نیز ساکن همین شهر بوده. پس از 1.5 ماه مکتب را ختم میکند. برای داخل شدن به دانشگاه عالی حجت‌های خود را به مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سپارید. میگوید در آینده آموزگار زبان و ادبیات تاجیک شدن میخواهد. برای رسیدن به این مقصدش امروز اولین قدم خود را گذاشت. من حجت‌های خود را با کلاستر 3 سپاریدم برای آنکه در این کلاستر فنی زبان و ادبیات تاجیک می باشد و از همین اختصاص از همین کلاستر اختصاصی زبان و ادبیات تاجیک را همچون آموزگار انتخاب نمودم. در آینده نسل نورس را برای روحی و تندرستی و میهن پرستی تربیت نموده می خواهم. نقطه به قیدگیری مذکور از جانب مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر کنی بادام تأسیس یافته است. آن در زمینه گیمنازی یکمی به نام احسانبای بازارف جای گرفته است. در این نقطه 2 ایستگاه کاری و 4 نفر کارمندان و داوطلبان خدمت رسانی میکنند. حالا این نقطه را گروه کاری از مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشریف آورده رفت قبول حجت داوطلبان و مرکزهای امتحانی را ارزیابی کردند. این زمان گروه کاری در هیئت کمیسیون و زیر رهبری معاون دیرکتور مرکز ملی تستی جهت ارزیابی مرکزهای امتحانی شهر کنی بادام تشریف آوردند. این زمان مؤسسه تعلیمی مذکور گیمنازی رقم 1 همچون مرکز امتحانی انتخاب کرده شده است و آن طلبات هایی که مرکز ملی تستی گذاشته است مورد سنجش قرار داده می شود. در حالتی به طلبات جواب بودن این مؤسسه تعلیمی همچون مرکز امتحانی انتخاب کرده می شود. باعث تاکید است که امروز در مقیاس ولایت سوخت با در نظر داشت نقطه‌های به قیدگیری سیار از در 15 شهر ناحیه ولایت سوخت 16 نقطه به قیدگیری اساسی و سیار داوطلبان را از قید گذراندند. تا امروز زیاده از 17,000 نفر ختم کنندگان ولایت سوخت از قید گذشتند که برابر از 51% شماره عمومی ختم کنندگان ولایت را تشکیل می‌دهد و روند به قیدگیری در شهر و ناحیه‌های استقلال، شهرستان، خوجند، اسفره خوب برای مانده شده. زیاده از 60% ختم کنندگان این شهر ناحیه از قید گذشتند. مسئولین مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت میگویند که متاسفانه شهر و ناحیه‌های پنجکند، استراوشان، مسجا و تیوشتیچ در مورد حجت سپاری داوطلبان به مرکز ملی تستی فعال نیستند. در عموم تا امروز تقریباً 40% ختم کنندگان از قید مرکز ملی تستی گذشتند و خلاص. این رقم از حساب عمومی ولایت 15% کم می باشد. اما وضع به قیدگیری داوطلبان در شهر کنی بادام بهتر می باشد. روند به قیدگیری حجت سپاری به مرکز ملی تستی در شهر کنی بادام معتدل جریان دارد. کاربری ادامه دارد. در مؤسسه‌های تعلیمی برای ترغیب کردن کاربری با پدر و مادران با ختم کنندگان اویدی همین دسترس بودن نقطه به قیدگیری و حجت سپاری طریق این نقطه. عین حال در همه جماعت ها از طرف نمایندگان شعبه معارف از طرف حکومت شهر کنی بادام چاره‌بینی ها گذرانده شده ایستادند برای ترغیب کردن سپاریدن حجت ها و ما البته میدونیم که این فایزی که امروز تشکیل میدهد باز بلند خواهد شد تا آخری حجت سپاری. حالا در شهر کنی بادام 55 مؤسسه تعلیمی عمل میکند که در آن بیش از 30,000 نفر خوانندگان و تعلیم و تحصیل فرا گرفته شدند. سال تحصیلی روان 1620 نفر این مؤسسه ها را ختم می نمایند، یعنی ختم کننده هستند. از این رقم تا امروز نزدیک 1000 نفر حجت های خود را به مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای به قید گرفتن سپاریدند. من کلاس 4 اختصاصی حقوق‌شناسی را انتخاب کردم و میخواهم که در دانشگاه ملی تحصیل خود را دوام دهم. من در آینده میخواهم که کارمند سود شوم. با قیدگیری داوطلبان از 1 مارد آغاز گردیده تا آخر ماه اپریل جریان میگیرد. سال روان مکتب‌های ولایت سوخت را 31554 نفر ختم میکنند. این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته نزدیک 4000 نفر کم است. مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 10 سال می شود که امتحان‌های مرکزانجا شده را به راه مانده است. مقصد تشکیلی اساسی آن پیشگیری حالت‌های کورپسیونی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های میانه و عالی است. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.